بعدم این آقای حامله شوشی کرد، نمیدونم سرگیه گیپیه، حداقل من خودم نشون دادم که تمایلم به جنس مخالفه. چقدر باید بدبخت باشم، خب چقدر باید بدبخت باشم که آقای قبل تو میخواد منو رنده کنه. ببین من چقدر میتونم بدبخت باشم. سلام به خوشگلای ترن هواشی. بچه‌ها بعد قسمت هفتم همه چی برگشت رو هوا. سرجیو اولین نفری بود که اومد وسط و یه سری حرفای جنجالی زد. حتی دیس مستقیمم به مهیار داد. مهیارم بیکار ننشست و با یه سری جواب تون همه رو شوکه کرد. اما وسط این دعوا یاسمن پرید وسط و گفت که تو عشق ابدی کلی دستای پشت پرده است که کسی خبر نداره. لطفاً لایک و سابسکرایب رو بزنید تا با هم بریم به دل این ماجرای پر رمز و راز. بعد قسمت 7 سرجیو اومد لایو و استوری گذاشت. خیلیا فکر میکردن میاد درباره قسمت جدید حرف بزنه، اما یهو شروع کرد به زدن مهیار. گفت که مهیار اصلا نقشی نداره، کل کاراش هم واسه دیده شدنه. حتی یه جمله عجیب گفت که من بیشتر با جنس خودم راحت ترم. همین جمله باعث شد همه جا پر بشه از بحث و کنایه. عملا توپو انداخت وسط زمین دعوا و اسم مهیار رو مستقیم آورد. بریم صحبت‌های سرجیو رو ببینیم. چقدر باید بدبخت باشم، خب چقدر باید بدبخت باشم که آقای قبل تو میخواد منو رنده کنه. ببین من چقدر میتونم بدبخت باشم. آخه توی دوزاری که میگه 1.80 قدمه، قد تا اینجای منه، چطور توی 1.80 که من 2 متر دست نمیدم بس. گوزو این تو دیگه میخوام رنده کنی. تو اگه من این فیس تو اگه داخل ویلا میدیدم همون روز 6 هفته میذارم میترکوندم دیسکوالیفای میشدم. خدای من شده روز 6 هفته مثل از رو رد میشدم. میبینید این آقا برای همه گواهی که زده، همه با باش خوبیم، یاشار باش خوبه، من باش خوبم، جاوید، احسان، این نیست که ازش دفاع کنیم. این آقا اینقدر خایمال بود، اینقدر میاد بالا، شما داداشیامید، شما رفیقامید. خب ما هم میگفتیم خب باشه دیگه، آقا پسر دیگه، ما هم دوست نداشتیم یارو مثلا آیندهشو خراب کنیم، باش میگفتیم، میخندیدیم، مثلا دوست داشتیم هواشو داشته باشیم. ولی این آقا اینقدر خایمال بود که ما میگفتیم آقا ما این آقا خودش داره خودشو میزنه. خب ما هم دوباره مثلا ما یه چک بزنیمش تو این نامرد خود ذات من تو چیز من نیست، تو مرام من نیست، تو مرام احسان نیست، تو مرام مثلا یاشار جاوید نبود. میدونید که بخوام کارو بکنیم، وگرنه این آقا میمد بالا الان داری به قول آقا افشاگر خایمال بود. یا آقا خایمال الان شده افشاگر. مهیار که این چیزها رو دید قاطی کرد. رفت لایو و گفت سرجیو اصلا عددی نیست. من اگه بخوام رقابتی داشته باشم اون آدم سرجیو نیست. با همین جمله کل دعوا علنی شد. مهیار یه جورایی هم جواب دیسو داد، هم جایگاه سرجیو رو کوچیک کرد. این باعث شد هوادارهای هر دوتاشون بریزن تو کامنت ها و استوریا و یه جنگ واقعی راه بیفته. حالا وسط این جنگ یاسمن هم وارد شد. گفت که خیلیا تو عشق ابدی دنبال عشق واقعی نیستن، فقط دنبال فالوورن. اون ادامه داد اونایی که با من خوبن منم باهاشون خوبم، ولی هیچ کس حق نداره به من توهین کنه. اما مهمترین حرفش این بود که توی عشق ابدی دستای پشت پرده زیادی وجود داره. بریم صحبت‌های یاسمن رو هم ببینیم. آدم‌هایی که واسه من رو بودن، من تکلیفم با اونها مشخصه، اونها هم تکلیفشون با من مشخصه. ولی کسایی که اومدن برای اینکه فالوور جمع بکنن، برای اینکه محبوب بشن، اکتایی رفتن که فقط هیت نگیرن و همه دوستشون داشته باشن، خوششون بیاد، نه. من به شخصه نمیذارم اونایی که اونجا فیلم بازی کردن رسر در برن. و من مطمئنم شما توی ویلا برنده بودید، شما خوبه بودید، قدرت داشتید، ولی بیننده احمق نیست. بیننده اون چیزایی که خود من توی ویلا ندیدم و میبینه و من خودم توی این راه به بیننده کمک میکنم. امیدوارم تا همین الان که مشخص شده من چقدر آدم رو راست و روکی هستم و هیچ ترسی از هیچ کسی ندارم، در ادامه به این نتیجه بیشتر میرسه. و من میام میگم و قضاوت رو میذارم پای مردم. خیلی از آدمای اونجا که دارن توی رود میخندن، از پشت دارن اینجوری خنجر میزنن، برات دسیسه میچینن که چجوری بندازنت از اونجا بیرون. قشنگ اتاقیه، یک قشنگ بازی مافیا. شبا که ما میخوابیم، مافیا از خواب پا میشه. مافیا چیکار میکنه؟ این بره با اون بیاد با این، اینو بدیم بیرون، اینو فلان بکنیم، اونو فلان بکنیم، اینو محبوب کنیم، اونو منفور کنیم. چیکار کردید؟ هر کسی رو تا امروز خر کرده باشید، من یکی رو خر نکردید. الان روزای خوشتونه، لذت ببرید، استوری بگیرید، برقصید، غیر بدید، بگید، بخندید، ولی به موقعش میام سراغتون. همین جمله همه رو کنجکاو کرد. پشت پرده این همه کار کیه؟ چرا سرجیو اولین نفر بود که شروع کرد به دیس زدن؟ مهیار چرا اینقدر سریع جوابشو داد؟ یاسمن چرا درست همین موقع پرید وسط و اون حرفا رو زد؟ آیا واقعا عشق ابدی فقط یه شوی سرگرمیه یا پشتش جنگ قدرت و شهرت هم هست؟ اما این ماجرا تازه شروعشه. الان سرجیو و مهیار هر روز استوری جواب جدید میدن، ولی چیزی که یاسمن گفت از همه مهمتره.
پشت پرده های عشق ابدی چیه؟ خب رفقای من، اینم از ویدیوی امروزمون. لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و اون زنگوله بغلش هم حتما بزنید تا هیچ کدوم از حواشی داغ دنیای سلبریتی ها رو از دست ندید. مرسی که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید و تا یه ویدیوی دیگه و یه جنجال دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.